حالا یال ما رستم جازی که پنجاب مرد گپ جک چو پنجاب پر سه جا یک فوج ایوب خان فوجا طاقت داد یه جای گوشتی که 3 نفر بیتن وزیر خزانه و نخست وزیر و وزیر کشور هر پنجابی بیتن شان بیوروکراسی یا ما اداره جاتی سیستم چما تاریخ چه پنجاب زیر نظر آت که ایوب خان وادی کات که پر ایوب خان طریقه چه فوج شروع بتا پنجاب زیر نظر آئے گا دیگه بریم که من شموشتم زیکی نسخه اگر هر که گوشت بداری زن کسی این نقطه چیه من شموشتگن دو من یاده نی عیبان گوشانه که چون که پاکستان هر دوی تو چون که عیب دار بیان بید تو آدھگ معلوم کام آدھگ کامی که بوده هستن تو گلاتک تن تی به هر شکلی هور کتک تن و تو گوما آین حقان ورگ چون شروع بی نیدا مرستک تن زیمی جاگا که گوشتی که یک ایز بی عوامی لیگ بنگلادیش ادش کرده تو مسلمش چایی چیز کده پرچی که مرد سروردی صاحب बहुत یک سکولاری مردمی آیا عوامی لیگ نامش داد اسی معمولا بنگلادش تو کرنده ساکشی عوامی لیگ معروف بود پاپولر بود خیر ironically the process of the secession of East Pakistan started when Pakistani rulers invented the dubious East-West parity formula between the two wings of the country in conjunction with the formation of one unit of West Pakistan. گوشی پروسه جالب ہے کہ پروسه بچکو یک نیمگی لوٹتش که برابری بنیادا پاکستان اداره ببی ما لازمه دا بگوشم که شیعه ما به فرم که صحیح طور پر کتاب آوانگان یعنی دانک رجانک من نکنگان حرف به حرف گفتار به گفتار من پاراگراف آوانو دریافتی طور پر منشا گوشگان که صحیح طور پر اسی به هیچ وجه یک ترجمه لفظ به لفظ نه یک کتاب یہ سور فهمی کسا مویده اسی یک گفتاری مطلبی کلی ترجمه رجان که فهم مطلب برای فهم مطلب منو رجان کنه و نه برای شیا که چی به هیچ عنوان حیثیت رجان کی نی پرچه که دانک دارنگی لفظا ما رجان کنه گوشی در امیت تراشی که بچکو لوٹتش که برابری بنیاد پاکستان اداره بی یعنی دویم نیمگی ویست و ایست یعنی بنگلادش یا ایست بنگال وادی گوشنتی وادی که هندوستان پروشوا هندوستان دو تکه مسلمان نشین قانون همه سرا همه بنیاد پیم بو که هر جا که اکثریت مسلمانه و پاکستان توانم علاق به پاکستان و تارا ملک به پاکستان ببا و آکه هندو اکثریت مردمه و توانم گو هندوستان ملک بگن یا وطی میچه بدارن وطی خود مختاری حفظ بکنی سه این حالتان تو اکا کلات خصوصی هستد کلات استقلال هم پیشچه استقلال پاکستان اگر 2 روز پیسر چشک پاکستان تو استقلال اعلام بکن 3 روز چطور چینده چه پیسر هندوستان 15 اگست اصلا که دقیقه تن روز پلس نیت ہیں مثلا 11 شب 11 خورده یا نزدیک 12 جنایا استقلال اعلام کو پاکستان چند که بعد وار بس بی تاریخی لحاظا نگوڑا هندوستان تو استقلال اعلام کو بله بنیاد همیش سرا که اکثریتی اگر مسلم و هندویسم سرات نویده کلاتش بله وقت مستقل اعلام کده لیاقت علی بانو نخست وزیر اولی نخست وزیر جناح بانوان رئیس حزب مسلم لیگ که پاکستان اید کنو وقت میچیه بونگیج کنو وقت و مدعی اولیت یہ دوینا امضا کتگت
قرارداد که مورد استقلال کلات پر رسمیت جارتا و عادق بحری بلوچستان که اصلا مثل اسبیل ما قرآن قاران مسلم و غیره کوتاهی ایشان رنده گوشتی گپ بزنه که ما گوشتیم بحران گوشتن که ترکاشون یک کا بغیر شک زانتش ببین نزانتش و الهاق بیان بیتن پاکستان و کلات تنها ماند که رنده تحت فشار بود کلات تنها امضا کرد نو بله باوجودش که امضا شده بله وان یونیت نیا پاکستان انگا نه هر یک که پروتی حیثیت مثلا هسته نه لڑتش که ادانی گوشین گوشی لڑتی وان یونیت نیمگا پاکستان برو یعنی فقط بوشن ویست ایست پاکستان یه دیگه ویست پاکستان نیمگا نی یه دیگه مثلا بلوچستان چیه و سند چیه و یه کلانش ها رتن گار بکن همین سیستم نیمگا روگی بله بچکو کوشش همشه که بنگلادش ها گو همی برابری بنیاد ها گو پاکستان ها کنگی پاکستان یا ویست ایست پاکستان گوشت شارتی ما گو همی برابری بنیاد افسو ما توضیح دیگن جهت لاتی مردم که تاریخ شریف سر نظام بلکه جغرافیان شهر بنگلادش یک مشکل بنگلادش ایشه که پاکستان یه دیم آید هندوستان ها وتی عظمت خاکه گا وسط آید بنگلادش رند چه هندوستان آید بل پدا جزی از پاکستان آید ایش معناشه مثلا یزد ببی یک کشوری کرمان ببی دیگه کشوری پدا مثلا بلوچستان گو یزد ور ببی یعنی ایشی عجیبی چیزی نه وسط دیگه کشوری یه دیم آدیم مثلا یک کن یعنی غیر طبیعی الاینس یا اتحاد غیر طبیعیت چون بونده را چه بخواد صرفا بخواد چیه که ایست بنگال شرقی اکثریت مسلمان صرفا دین بنیاد آورده و گاوس بخش بزنجو پارلمان تا گفت دین بنیاد اگر ما قراریم ور ببین گوری ایران و مسلمانی افغانستان مسلمانی گوری آ پرچی ور نه با پاکستان ما پرچی تنها ور یا یه آرگومنت میرصاحب هموده پارلمنت ور راد کو و هستن انگا آرشیو پارلمنت اگه بلوچستان اگه گوشی وجه an ardent champion گوشی که HS سورواردی an ardent champion of democracy گوشی وجه سورواردی یک زبردستین چمپیونی وجه دموکراسی was rooting to the ongoing plot with a promise that general elections could be held soon if the parity formula was accepted by East Bengal. گوشی سورواردی صاحبا بچکو چمپیون قهرمان دموکراسی گوشتی که ہمیں برابری وعدے کہ ما ایسٹ و ویسٹ یکی حساب تو کم یعنی ووٹی بنیاد برابر ببان سیٹو وغیرہ یہ برابری قبول بکن بس ما الیکشن اعلان دیں جمعیتی حساب بنا بس ہمیں چو سیٹ شیپ بھی چاہیے یہ قصہ بٹے ہی ما الیکشن شروع کریں. The power brokers and the ruling elites of Punjab were always scared of Bengalis. گوشی صاحبان قدرت و دلالان قدرت ہمیشہ پنجاب پیگان تورست چه بنگالیان of Bengalis numerical majority چه بنگال اکثریتش تورست یعنی گوشتی آنی تعداد گیشن بنگالیانی همه واسه گوشتی یا یونیتی شما یا یونیتی ما یونیتی بنیادا بار کنه سیٹان جمعیتا یعنی لڑتش تحت شوای قرار بدن تورسش هسته که آن جمعیت گیشترین ووٹش گیشتر با مجلس توکا و نخست وزیر آبان دولت آبان پنجابی الیتا چلیش چیزا تورست پیسری بحران گوشته کتی که پنجاب چون بروکراسی دسته کتگد فوج دسته کتگد نو تورستش چه دموکراسی ها که دموکراسی برای مردمان ووٹ ببی گوڑا و آگیش هنه. They apprehended that Bengal could at any time endanger Punjab's domination by joining forces with the other federating units of West Pakistan. گوشتیشان یہ طورس هستد پنجابیان که اگر ما بنگالیان برابرین طاقت بدهیم یہ میں قدرتا پروش دیں چون پروش دیں
گو آدھے کے ملکاں کے آستاں پاکستان تا مثل بلوچستان مثل سندھ شن گو ہور باں بنگالی و کولا مورا ما پنجابیوں کے انو پاکستان میں داستے ہیں فوج میں بروکراسی میں اداری چی سسٹم کولا مورا کمزور کرنا یہ طور سے شن تہا موجود ہے یہ ہمیشہ یہ خیال شن تہا آسد. How to safeguard the vested interests of the West Pakistanis feudal dominating ruling elites was the issue at stake. گوشی یہ فیودال و زمیندار مزنی کے صاحب قدرت تھا قسمت پاکستان مغربیہ قانونی پاکستانی شان تورس مدام آستد کہ بنگالی ووٹ بنیاد اگر بیاں اکثریت بند شان قدرتا شبینہ برند ڈومینیٹ باں قدرت سرا یعنی وہ تحت وچ قدرتی گرا. It was argued that East-West parity in representation coupled with the integration of the provinces of the West Wing into a single unit of West Pakistan would help to strengthen the country and contribute to greater progress and prosperity of the people of both wings. نو دلیلش چیه؟ گوشتش بیای پا امی یونت بنیادی کنه مردمی بنیادی نکنه گوشیم پاکستان غیر پاکستان شهر فقط امی و یہ فایده ده مردمان گوشتنیم دلیلش ایسا که پاکی مردمان عوام پاک فایده ده و کمک کن که مردمان لاب سیرتر بیتو دوین طرف پیشرفت بکنن وریگا. This way Punjabi's vested interests were in fact killing two birds with one stone. گوشی گویه رنگا پنجابیان لوٹے گو یکین دوکا دو مرگ وارا گوید یک تیریا دو شکار بکنن گویه ربکا. On the one hand, یعنی مگی parity formula would put an end to Bengalis numerical majority status یعنی مگی بنگالیانی اکثریتا پروش بدن. And on the other, bringing the provinces of West Wing under a single provincial administrative steps, with its headquarters located in Lahore, would prove the first step towards turning the West Wing into Greater Punjab. Wagun dige یکی تیر دوشکار یکی همشن که آیانی تعدادی چی اکثریتا تحت شعا قرار بدیں و دومی مرکز وادی لاہور بکنا قدرت ہے گا اقتدار ہے گا فلواغے پنجابا وتی واجہی پاکین پاکستان گوما پاکستان سرا ثابت کتا وزار لاہور مرکز وقت بھی گڑا قدرت پاکستان پا آنے میں نمبری تعداد لوٹن قبول مکنا بنگلہ دیش ہے وہ مرکز بکنا حکومت لاہور و ظاہر ہے کہ اقتدار مرکز گڑا پا پنجاب دستا بھی اقتدار کولن. Another point needs to be kept in mind دیکھ چیزیں شمارا لازم ہے کہ خیالی بدارے the process of total identification of Pakistan with American imperialism. دیکھ چیزیں کشی اسے کہ پاکستان گنوکی ہیں امریکائی امپریالیزم which started with the induction of Muhammad Ali Bogra as Prime Minister in April 1953 was reaching the point of transforming Pakistan into a client state of United States of America. یہ چیز ہمارا خیال دار لوٹی وعد کہ بوگرا صاحب نخست وزیر بھی پاکستان 1950 امریکہ بگنوکین طاقت کے بعد جنگا ایمرج کتگت پیداوارت برطانیہ پروش وارتگت امریکہ بنان قدرت جہانی آتگت نوکی امپریالیزم نوتی پاد پاکستان یرکنان شروع کتا نفوذ پاکستان تو کا گیشت بوانا تو پاکستانی نوکی ہیں آئی گرا کیا یک دنیا امپریالیزم سرمایہ داری. Americans were busy coercing and cajoling the governments in Soviet Union's peripheries to join military pacts and allow American military bases to be set up in the countries as part of the global strategy
to contain the Soviet Union and the new emerging communist giant China. امریکا پیر گیشتری ایشیا که پاکستان قوت بکن که لڑتی سوویت یونین اتا جمهور شروع کن نوکی قدرتیت نو بمباتومی ها یه وعده نو هستد تقریبا من یالا 1952 بمباتوم شوروی بمباتوم دستکاری چند سال رند آمریکا 1945 بمباتوم دست کرد 7 سال رند میره شوروی هم بمباتوم آزمایش کرد 1952 اگه من تاریخی طور پر غلط نبودم یا 50 یا 52 برابر همچین چیزی یه وادی یک مزنی سوپر پاوری شکل آیا وقتی چهره نمان که دنیا غرب وارد یه جنگ سرد شروع بکنه آغاز جنگ سرد آمریکا استراتژی ایشه که هر داب منطقه تا جمهور شوروی محدود بکن وقتی اما وقتی هسته اصلی خاکه هسته همه چمدانی شاه کردار شروع بی شاه ایران یکی چای متحدن ترکیه کهتے ہیں همدا نو پاکستان همدا پیمان سنتو آد بی ترکیه و ایران و پاکستان و این همدا پیمان منطقی شروع بارد بیا چمدا چنی آمریکا لوٹی خلیج فارس و میدین نفتا و ایشا دستا بکن تو نی آمریکا قدرت بلا منازع غربه نی لیدر نی بریتانیا دستا چلا کشته دنیا بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا شدید شکست وارد از بین شد شکست نوارد جنگا بل پروش وارد سرزمین داغونت نیاز است میلیارد دلار پدا چه نوک پیم بی آدی کشور آلمان فرانسه بلژیک هلند اتریش اروپا کلا خاکستره تحلیل خاکستره هیچ چیز دیگه نیست نه آمریکا با طرح مارشال میلیارد پول دادند که یه طرح اصلاح بکنن تو ولی درون شدن تحت نظام سرمایه‌داری غربی قدرت بلا منازع جهان ژاپن جت داغون که ژاپن هم پدا پول دارد بکن و از یه طرف نیروی هسته‌ای هستند مزنی و از یه طرف میلیارد پول پرچه آمریکا به صورت مستقیم درگیر نه جنگ جهانی دوم آل تمام دنیا درگیر بلا آمریکا آسی بود جنده هیچ نوارد کرد فقط پولی کمک کده و اتفاقا پایده هم برده پرچه جنگا سلاح لوٹی و تمام کارخانه تروند سلاح هرد کد مواد غذایی هرد کد یعنی آمریکا شکوفا بی تنها کشوری که در جنگ زمان شکوفا بی آمریکا هست آدی جهان در نابود بی در اینجا وقتی جنگ حله آمریکا به عنوان تنها کامیاب و موفق کشور موفق در جنگ بروز کو آدی کشور درو پاد گوشتا دادن پاد اولی گوشتا دا فرانسه و بریتانیا به عنوان استعمارگر دنیا گوشت با جنگ مان کتا شما هیتلر شما رو یر کشت ما شما 18 دفعه بچاین تا نو بعد شما دنیا ویل بده یکی از دلالی که استعمار کوته آمریکا هست آمریکا اگر مبوطه شما ویل ندادن لیب یا آفریقا یا آسیا برای آمریکا پاد گوشتا شنگشت پرچه آمریکا لازم هست دنیا نه پرچه جنگ وادی کلاس بود آمریکا یک قدرت بلا منازعیت تولید کو و مواد اولیه لوٹه پدا تولید واسط بازار لازمات نگوشتی بازار انحصارا شما دست بانگرو و نبی انحصار باید شما پروش با شما بروت ملکان پاکن استقلال بده لوٹی پاکن وقتی نفوذ چیار در بر کاری که و عملا رنده کتیه گوڑه نه خلیج فارس و خاورمیانه درو دست چیار کو آفریقا و نه شرق دور و بگرد ژاپن و کره و دانو پاکین دنیا تمشه ویتنام درگیر جنگی بیگو سوویت یونین تنها جنگی که برای مجبور بکن تیمشه ویتنام جنگ تا استرالیا و نیوزیلند بود دنیا تقریبا عملا آمریکا چشان دست پاچ که تو استعمار جدید واده بشن استعمار جدید منظور همیشه اینی یا کهانی استعمار پروشت که با حضور نظامی دنیاش استعمار کتگه آمریکا آی پروشت و نوکه ربکه گو پول گو نفوذ مادی و سرمایه‌داری دنیا بودی تحت نفوذ کو لاتی کمک مالی کو لاتی وامدار کو لاتی ملکان تو سرمایه گذاری کو به زور پول خلاصه بی قدرت اول بلا منازع نو لوٹه کر بکن آی قدرت شوروی هم میلی گوت گپت شوروی اروپا شرق و آتکه نه وادی که آلمان گون جنگا مجبورن پیشروی بکن آتیم و آمریکا لازم شوروی که آمریکا
هیتلر پروش دیگ واسطه آمریکا چه غرب نیمگا آت برلین گه شوروی ها استالین چه شرق نیمگا آت شرق نیمگا نمیشه اروپا شرق دو تصرف کنه لهستانت مجارستانت یک کشوران تن رو یوگسلاوی و غیره هرچی که هسته اوکراین یک کشور تن پاک میشه گران کردن تا رسته برلین در نتیجه شرق اروپا پدا در نیاد شوروی یک کشور درو کمونیستی کردن از جمله برلینشان کپ کو شهر برلین هم بحر کو برلین دیوارش کسی شهر برلین یکی برلین شرقیش کو که غربی آلمانش بحر کو شرقی غربی نو جنگ سردی هم دا شروع بود سال داشت تا 1990 که یه برلین ها دیوارش پروشت و عملا آلمان متحد بود پر جنگ سرد خاتمه پیدا کن گورباچف زمانه 1990 هلموت کول من اول اول نخست وزیر که اون یاد نه من صدر اعظم آلمانه من بل شهر یاد یه پروشک دیواره آلمانی گو کلنگ و داست و نزان اکثر چی هست پروشتش دیوارو آلمانش متحد کد جنگ سرد عملا خاتمه پیدا کن یه غیر ضروری گفتم برای تاریخ کمرو زانش لازمه کلی سیاست پامو پاکستان آمریکا چی کنه جی من کجا رسیدم گوشته آمریکا نلویتی بجام ده پاکستان بیتو از طریق پاکستان پایگاه بجان تو شوروی ایال بداری هم و چینا که کمونیست بیت تازه چینا کمونیست چینا که شوروی مواظب بی پاکستان لازمه all of us remember that in famous American military base at Badabir in NWFP and from where on 1st May 1960s an American U-2 plane took off for spying on Soviet Union and was shot down in Soviet territory, inviting a stern warning of severe retribution from Soviet leader Nikita Khrushchev. شما شهر یاد ہے کہ امریکہ وتی نهایتاً ایربیس یارد کو خیبر پختونخوا NWFP وعده نامی خیبر پختونخوا یک ایربیس نامی بادابر امودا ایشه بال داد یک U-2 پلینی هواپیما از 60 بالی داد لوتی جاسوسی بکن روسا بالی کشو روس با جاسوسی ها و روسا جت یه U-2 پلینی جت و ایشی سرنگون بو امودا خاکا گوڑیشیا یک مزنی دنز و لاتوری چست بو سیاسی لحاظا که روس ممکنه پدات یعنی عملی اقدام به مثل مکنته برای پاکستان slowly but steadily میزان بله لهم لما public resentment against the pro-American policies were growing in the country میزان مردمانی درا سیاست مخالفت با آمریکا رشد کناند پاکستان تو کا This was more pronounced among the politically conscious sections of the people. مردم که سیاست لحاظه که زانت کارتر تن یه حس ضد آمریکایی گشتر رشد کناند particularly in NWFP and Balochistan خاص کر سرحد یا NWFP آزمانگا که ما سرحد ہیں انگلیزی NWFP بسنتی نو و بلوچستان یہ دوینا خاص کر احساسات ضد آمریکایی رشد کنان بودن under calculated policy یک حسابگرانی سیاستی توکا indigenous small industries were being weakened to facilitate a free ride to foreign investors. پس زانتکاری گوشی لهم گوانده کارخانه و گوانده شرکتانش انچش کد که شکست برن پاکستان تها که مجبور ببن آیان جاها
خارجی دنی مردم بیان سرمایه گذاری بکنن در، یعنی آمریکایی و اروپایی غربی بیان سرمایه گذاری بکنن و پاکستان لحم لحمه برو تحت نفوذ سیاست های غربی. This was executed through collusion with the dominant feudal lords of West Pakistan. گشتر یک کار کنو که می جاگیردار تن تو همی زمیندار تن پاکستان غربی اوشی که آمریکایش یا جهان غربش تشویق کد که یک کارا بکنن. Whose interests too were to be protected. گو آیانی گو یک کارا آیانی اینترستی فاین فایده ها آین مفادات ها تحفظ بیتن. گو یک کارا غرب گرایی آیانی تحفظ مفادات ها بیتگت فی الواقع. One unit of West Pakistan was the answer. یہ کار بوا کے واسطہ کہ یہ کار انجام ببی، یعنی پاکستان برو تحت نفوذ جهان غرب سرمایه داری و گوانده فابریک و شرکت و یہ مردم شکست برن، یہ کار واسطہ لازمت کے وان یونٹ ببیتے ہیں پاکستان، یعنی یک حصے ببی یہ گوانڈی بلوچستان و سندھ وغیرہ وغیرہ. یہ اسٹوری ببن ختم، یعنی یک سیاستی بھی تحت یک مردمی عبارہ، یعنی دیکتاتوری فلواقع ببینن. نیشنلسٹ دا سبجیکٹ نام ہے نوکے بونگا پہ نیشنلسٹ آنٹی امپیریلسٹ سرج ان دا میڈل ایسٹ. گوشی کے ملی گرایی و احساسات ضد غربی در خاورمیانه چونکا رشد کنه. امیه بونگا سر پدن گپ جنگی. Nationalization of oil industry in Iran. ایران تها تیل بزا نفت ملی بود چونکا. Meanwhile, earth-shaking developments were taking place in Pakistan's western neighborhood. گوشی همی وقتی که می کار بوانتا پاکستان غربی نیمگا یک زلزله خیزین دماغ خیزین حالی آتک. Nationalist fervor in Pakistan's western nationalist fervor had burst up in Iran, led by Dr. Muhammad Mossadegh, leader of the Iranian campaign for oil nationalization. The nationalist forces won a landslide victory in the Iranian elections. گوشی وجہ پاکستانی سخت دلاب بیتن یہ جاگیردار وغیرہ یہ غرب گرا وعده که دیستش دکتر مصدقه یک الیکشن زبردستی برده ایران اسمبلی تو کا کچتگی نخست وزیر بوده ملی گرایی. The new parliament elected Mossadegh as a prime minister. نوکی پارلمان مصدق به عنوان نخست وزیر گچین کرد. In April 1951 در آوریل 1951. In the course of the next 3 months working say ماهانی تها it took control of all the installations of the Anglo-Iranian Oil Company and expelled the British personnel manning these installations from the country. گوشی مصدقه 3 ماه تها پس از نخست وزیری تمامی بریتانیایی مردم آمریکایی چه نفتی چاتان و پالاشگاهانشان در کتن تو گلین تنتی اخراج کن چه کشورا گوش درای. This momentous event set off a powerful chain reaction throughout the Middle East and Northern Africa and provided a new impetus to nationalist and anti-imperialist sentiments in the region. مصدق یہ کارا یک زبردستی خیالاتی ضد امپریالیستی ضد سرمایه‌داری در سراسر خاورمیانه تو کا پیدا کرد و مصر بگرتا که تمام خاورمیانه یہ مصدقہ یک جد و جهدی بر علیه امپریالیزم فی الواقع شروع کو. یہ راستی گپی جمال عبدالناصر گوشی که من چه مصدقہ چیزو انگیزه زورتا وقتی مصدقہ
نفت ملی کتا من گفتم من پرچی کانال سویز یه کار ما کنم کانال سویز پرچی فرانسه بی ملی کتی کانال سویز ملی کتی که جنگی سری هن کپت بودا بل نهایتاً ویل ندا یه باروتی یه بار راستی که مصادق بچی لیدر بتا نشنالیزم چی زد غربی سیاستانی خبر منتو نوکی بونگا پلا یلتا political unrest in Egypt and the Middle East چمشان که میرسا بیان دو این چیزا کلا کلا گوشی نوکی آشوب مصر گو خبر میانه تا Since the rise of nationalist forces in Iran, Egypt and the Middle East were increasingly being sucked in the vortex of impending changes. گوشی بعدی که ایران وجه ملی گراهی طاقت آتکن کاراش مصر و خاورمیانه آدگه کشور وجه همی تغییراتان چه محفوظ نمانتن یعنی ضد استکباری و ضد کال انقلابیان استعماری یعنی ملی گراهی حسش شروع کو پرچی که مگوستین وطواجی گشتر لوٹن و غیره و غیره regular armed Regular armed skirmishes were occurring between locals and British soldiers in the Suez region. گوشی سوئز تو که وجه مرتب درگیری پیشاوانت بین برطانیایی سربازان و مصری مردم. Anti-British demonstrations had become a regular feature in Cairo streets. شهر قاهره تو که یک نرمالی روزمره کاری بوماند تظاهرات بر علیه بریتانیا و آمریکا. There were a series of coups in Syria. بعضی کودتای سوریه تو که بود attributed by many peoples to a British-American tug of war of ascendancy in the Middle East. و بریتانیا که یه سوریه میچیان کودتان برال خاورمیانه تو که بازی چینج پا امریکای گو بریتانیایی خلافی سیاستان خلافا آرد Arab nationalism triumphs in Egypt. ناسیونالیزم دیگه بونگا پی ناسیونالیزم عرب چونکا گوشی پهر بندگا شروع کن پاگ بندی ایجپت یا مصر. The chain reaction that was set off in the region by the nationalization of Anglo-Iranian oil company by Mossadegh government and the termination of British control over its assets found its echo in Egypt. شواد مصدق نفت ملی کو ایران تو گاش توار وجه مصر تک شد. A strong, well-organized group of young patriotic army officers disgusted with the corrupt and depraved monarchy and the utterly inept rule of the political parties under the pashas. وشی گروهی از جوانان ارتشایگان سک خسته و ناچار چه پاشاهانی حکومتا پاشا باش گازمانگی این طبق شاهی خاندان مصره چه سلطنت پادشاهی و پاشاهانگا چه بیزارشان کرپشن و فساد مالی و شان زوران چه گروهی از افسران جوان وجه جمع بودن staged a coup and overthrew King Farouk in 1952 جمع بودن وجه کودتایش کد و بادشاه فاروقش در سال 1952 پلٹیند طاقتش چه دستا زد. Although a senior general Muhammad Naqib appeared to be the leader of the coup and remained the head of government for a certain period هرچند گوشی که یک جرنیلی به نام نقیب محمد نقیب پشتش گه و تی گوما و هورش کد و یه نخست وزیرش هم بنایند به چندین ماه یا تک گورنمنتش هم شد دائمی افسران. Before long the real man behind the coup Gamal Abdel Nasser replaced Najib. Gamal کل مصران گه وشن Gamal Abdel Nasser
باز پیسر چه پاکن وشی جمال عبدالناصر چهره یہ افسران جوان ہے و نهایتا بهرحال قدرتی چه نجیبه چه یه گپت و نقیب و نجیب نگوی بن چی همشی نقیب و وقت بو گوجه اقتدار آلای وقت دستکو. Nasser soon launched a radical overhaul of the entire system of governance, including a review of imperialist economic and political interests in the Egypt. Gamal Abdel Nasser زود شروع کد یک چینجی که برخلاف ببی سیاستانی اقتصادی و امپریالیستی سیاستانی شان مفادات خلافت در سراسر منطقه و یک کنچه جودی در سراسر مصر و در سراسر منطقه شروع کد جودی. The change in Egypt was soon to have an electrifying impact across the Arab world and Africa. یہ تغییر ہے کہ پاشا اشتتگالین تن تو حکومت جمهوری کتے با بتوسط جمال عبدالناصر شیء انچین برگ کرنٹ دابی اثر ریاست تمام جهان عربا و تمام آفریقای قاره تو شاک داوا چو اثر کو بار گئے گا. مارو دیکھ من نیم ساعت 45 دقیقه این چهار هستند تو لام کو چیز بکنم سیرت بالا Nukin subject a new constituent assembly and one unit. Nupara ya Pakistan. Within Nukin assembly wa one unit. One unit में होगा ची कुछ ये नहीं एक unity और एक गंडी assembly में ये सूबा मुबा वगैरह या unity तमाम पाकिस्तान तमाम शुरू. A new constituent assembly of 18 members. या Nukin दस्तूरसाज assembly cha 80 نماینده shared equally between East and West Pakistan. برابر چل بنگلادیش چل پاکستان دا. Was brought into being on 28th May 1955 through indirect elections by members of the then existing patchwork provincial assemblies. گوشی وجه همین قانونش که 80 ممبر بیایند 40 بنگلادش برابر ببنیاد پسر نوشتی 50 پی واشنه که برای جمعیتی لحاظ بی وان یونیت ببید پسر بران تو که کو نمیشم دا ایدانی ظاهر بگن بالاخره گوشتی که سوروارده گوشت اردشون توافق بکنه یه پریتی توافق بکنه برابری بنیاد یعنی یونٹ بزیره جمعیت ویل بده که ما الیکشن کنونه گوشتی وجه یه بنایتن یه کار 80 ممبرش گوه اسمبلی دستور سازی اسمبلی آدابی اسمبلی نه بچکن چی گورنمنت تا 1973 پاکستان قانون اساسی نیه تا من ظرفکاری بوٹو قانون اساسی آرٹیکل 1973 تا یہ پیسر یا پہ انچو چلا گئے انچی چی ایڈ کنا منشوروں کا ایڈ کنا گوانڈی اندہ وہ انچو چالانی ان چیزیں چالان سر پا گاپ پا چلا گئے بوٹو چی جو تیا کہ افتخارات ہمشی کہ ماں ایڈ کتا وشی انچو جرنائل آت کشتا یا کہ دستور ایڈ کت نکتا دستور قانون اساسی وشن اردو زبان دستور ایڈ کت نکتا وشی ماں 6 سال تو کا 2 دستور ایڈ کتا یا عبوری دستوری 1971 کا 1973 میں ایک مکمل دستور ایڈ کتا کہ ہاں جمہوری ہیں ہاں نظام اسلامی ہیں ہاں وغیرہ یہ سخنرانی با افتخار پتی ہمیں ابرا کن اور روچ مارچی ہیں پاکستان پا یہ چیز ماننی کہ بوٹو پدر ہیں بچ کو پاکستان دموکراسی ہے پرچی چی داتی قانون اساسی داتی پاکستان صوبہ ہند ایک داتا اتحاد سب تو کا پاکستان مردموں ایک داتا سپریشن آف کو اقتدار داتا جدائی قدرت داتا مجریہ و قضائیہ وغیرہ وغیرہ کہ سب کتاب بہرحال بوٹو پہم کو اور اچ پیسر نیستا نگوشی یہ وجہ میں 80 ممبران قانون کی شعارت ہمیں مجلسان ہمیں جرگیانش پاس کو تھا ہاں اسی ریفراندومش نکو چھ مردموں بلوچستان جرگہ کلات گزو پاس کو نزانو پیشاور پاس ہمیں جرگیان کا آستا ہمیں جرگیان طریقہ سے پاس کو اسی ہاں ریفراندومی طور پر نہیں آتے مردم سے ووٹ دیں جرگی طریقہ پاس کو اور ہمیں سے ذوق مشترہ لگتا کار چلائیں. In the meantime ہمیں درمیانہ the physically and mentally unstable
and partially incapacitated Ghulam Muhammad was eased out of the governor general's post and Iskandar Mirza took his place. گوشی ہمیں وحدہ وجہ تقریباً تو بغیر جسمانی طور پر نادرا و ذہنی طور پر ناقابل غلام محمد صاحب چستش کو تو وجہ سکندر مرزا اش گورنر جنرل کو پاکستان ہے. Bogra continued as prime minister only for 2 months. Bogra کے بنگالی وقت شیش پر 2 ماہ انگت یر کو بونون نخست وزیر. He was removed from the post on 8 August 1955. گڑا یہ بوگرا صاحبش 8 اگست 1955 چستش کو تو آئی جہاں یرش کو the gentleman bureaucrat چودھری محمد علی. گڑا چودھری محمد علی شیر کو بونوان نخست وزیر کے پیسرا وزیر خزانہ پاکستان کورتش نخست وزیر بجائے یہ بنگالی نخست وزیر. The first act of the new Constituent Assembly was to pass a bill. اولین کاری کہ یہ بچ کو دستور سازی ہیں منت اوکے آخرین کاری کہ اولین کاری کہ دستور سازی اسمبلی کو اشیات to pass a bill یا قانون پاس بکن titled عنوان کیا Establishment of West Pakistan Act برقراری پاکستان غربی تحت قانون چی مصوب 3 اکتبر 1955. The act came into force from 14th October 1955. یہ قانون گوشتے 14 اکتبر 1955 قابل الزام و قابل اجرا ہیں. اولین ایکٹ اسمبلی پاس کو جب پاکان شکر منت وجہ گوشتے شما تا دیگر روچیو دیگر واحدی اگر پانچ زبردست واشین شاعری یہ شاعری مردوں موانی چو مزانہ دا گوشی او ماہکان شعرنامہ ماہکان شاعر علی بخش داشتیاری. گوشی او ماہکان لنجیں شپانی پاسبان وشں مرادانی نشان در بیا چه شینکانی شما روشنا بکن کل علما والگوج بکن درد و گما جنبین شپه تو ماتما. او ماهکان لنجین شپانی پاسبان وشین مرادانی نشان ما بیترا انچو روان هر جنگر گوارگندوران کورانی پیما سرجنان مستانی دابا تتران. او ماهکان لنجین شپانی پاسبان وشین مرادانی نشان ما پا امید بار کتگ وا بین وطی انگار کتگ راه منزله که گار کتگ ارسان دودیمی هار کتگ. او ماهکان گپتگ منا نیمونیا گار ان جهان چوهونیا کسی نهه تالشونیا ره دربر و رهشونیا. او ماهکان بیا تو وطا پردگ مپوش سیاهی سترات تو لکوش روشنه میدی ما تو بموش بلکه کنه ما سارو هوش. وشنگ پیشی شی بیا تو وطا پردگ مپوش نو بس نه سیاهی سترات تو لکوش بیدار کن آگاه کن ملوک شب تو تار کتو روشنه میدی ما بموش بلکه کنه ما سارو هوش کلام ما بلکه سار بکنه. او ماهکان لنجن شبانی پاسبان وشین مرادانی نشان بیا 14 رنگ درار بیا اترا پورا کن روشنایی چو کامل کن 14 ماہ روشنتر ماہ ہے نا بلوچستان بیا 14 رنگ درار چیر جنبران اینچو مدار مستاگ نوکین تو شهار دیرند کتگ ماتی ودار. دیر ما یہ آگاهی گو زانته گو پادایگه انتظار نشتگین تو مستاگ نوکین بیار مربده دیر ما کتاتی ودار. او ماهکان لنجین شپانی پاسبان وشم مرادانی نشان
علی بخش دشتیاری سال 1988 عیسوی نوشته دشتیاری تا مانده رو